پدر، من در وضعیت مشکل قرار گرفتم. خشم من وادارم می کند که انتقام شما را بگیرم، ولی من سعی می کنم که این احساسم را مخفی کنم، چون اگر این آتش شعله‌ور بشود نمیدانم که چگونه آن را خاموش کنم. پدر، من به جای انتقام شما سعی می کنم راه دوستی با اینها را در پیش بگیرم، ولی نفرتم آنقدر زیاد است که مرا برای پذیرفتن دوستی با کسانی مثل اینها به شک می اندازد. پدر، خواهش میکنم کمکم کن.